باز دو جسد دیگر را از زیر ترمه در راه دوشنبه چناق پیدا کردند. در روسیه نظارت ثبت نام قلبکی مهاجران سنگین تر می شود. رمضان قادیروف به خودش عنوان قهرمان جمهوری چچنستان را داد. بعد شکایت امامعلی رحمان به پوتین، سروزیر روسیه برای شرکت در بیزنس فوروم به تاجیکستان می آید. بلینکن برای شرکت در نشست وزیران خارجه C5+1 وارد آستانه شد. بعد رسانه‌ای شدن کشته شدن 4 نفر در نتیجه حادثه ترمه‌فرایی در عقبه شهرستان در راه دوشنبه چناق، دیروز 27 فوریه باز از زیر ترمه 2 جسد دیگر را پیدا کردند. یکی از قربانیان پسر بچه تخمینا 12 ساله است. کافت و کابوی باز یک جسد دیگر در جای حادثه ادامه دارد. بنا به گزارشی که کمیته حالتهای فوق‌العاده به رسانه‌های محلی داده است، در عموم از زیر ترمه ها در 2 روز آخر 4 جسد بیرون آورده به سردخانه ناحیه شهرستان فرستاده اند. مقامات تا حال شخصیت آنها را اعلام نکردند. رادیوی آزادی با تکیه به منابعش نوشت که فوتیدگان ساکنان ناحیه قبادیان هستند. در همین حال اناره سرکارова، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک، در صحیفه تلگرامیش خبر داده گفت که شب 26 به 27 فوریه در عقبه شهرستان شاهراه دوشنبه چناق ماشین تمغه موسی زیر ترمه مانده، در نتیجه 3 مسافر در جای حادثه به هلاکت رسیده، 1 نفر دیگر در بیمارخانه ناحیه بستری شده است. به گفته سرکارova، یکی از قربانیان راننده ماشین باقیبکوف اسنبک ملیکبکوویچ 36 ساله می باشد. جسد باقیبکوف را در جماعت ونقلعه دهه سردم ناحیه شغنانی ولایت مختار کوهستان بدخشان به خاک سپرده می شود. بنابر این 2 معلومات نامعینی این است معلوم نیست 2 ماشین در علاهیدگی که صاحب یکی از قبادیان و دیگری از شغنان است زیر ترمه مانده اند و یا همه در یک ماشین بوده اند. گفتنی است راه دوشنبه چناق از سال 2009 در اختیار شرکت ایریس است و این شرکت که مربوط به عائله رئیس جمهور امامعلی رحمان می باشد، برای نگهداری راه از رانندگان مبلغ می گیرد. زیر ترمه ماندن ماشین و مسافران در راه دوشنبه چناق سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده است و انتقاد از کار شرکت ایریس زیاد است، اما یگان پیشروی در کارهای بی‌خطرسازی راه دیده نمی شود. دبیر شورای امنیت روسیه نیکولای پاتروشف در نشست در چلیابینسک گفته که نهادهای روسیه تبادل اطلاعات را درباره نتیجه سنجش حالتهای به طور قلبکی ثبت نام کردن مهاجران تشکیل کرده اند. پاتروشف گفته است لایحه قانونی فدرالی تهیه شده است که جاری نمودن نظام بدوباش نظارت شونده مهاجران را پیش بینی می کند. به گفته پاتروشف، در حوزه فدرالی اورال در سال 2022 قریب 475,000 شهروند خارجی و شخصان بی‌شهروند برای مهاجرت ثبت نام شدند که این رقم 67% افزایش را نشان می‌دهد. دبیر شورای امنیت روسیه گفته که جهت پرزور کردن نظارت از بالای جریان مهاجرت و بلند برداشتن ثمره‌ناکی همکاری‌های بین اداروی در این سمت تدبیرها اندیشیده شدند. در ناحیه‌ها شماره کارمندان شعبه‌های مهاجرت زیاد کرده شده، به طور علاوه‌ای تکنیک و تجهیزات مخصوص خریداری شده است. رمضان قادیروف، رئیس جمهوری چچنستان، به خودش عنوان قهرمان جمهوری چچنستان را داد. این جایزه را خودی او ماه نوامبر سال گذشته تأسیس داده بود. طبق نظامنامه درباره عنوان آن برای انجام کارنمایی قهرمانانه داده می شود. رسانه ها خبر را از قول رئیس پارلمان جمهوری مگامد داودوف که قادیروف را در صحیفه تلگرامی خود با گرفتن اولین عنوان عالی جمهوری قهرمان جمهوری چچنستان تبریک گفته است گزارش داده اند. اما طبق آیین‌نامه این عنوان آن محض از جانب رئیس جمهور چچنستان اعطا می شود. معلوم نیست اعطای عنوان از جانب رئیس جمهور چچنستان به رئیس جمهور چچنستان چگونه صورت گرفته است. خود قادیروف پیشتر از تصمیم تأسیس جایزه خبر داده ماه اکتبر در کانال تلگرام در این باره نوشته بود. او گفته بود که پیشتر من دستور داده بودم که جایزه قهرمان جمهوری چچنستان تأسیس داده شود تا قهرمانی بچه‌های ما را قدردانی کرده شود.
کارهای لازمه در این سمت عملی شده‌اند. ما به زودی مبارزان برجسته را با جایزه نوقدر خواهیم کرد. بعد شکایت امامعلی رحمان به پوتین در قزاقستان، سروزیر روسیه میشوستین برای شرکت در بیزنس فورم به تاجیکستان می آید. سروزیر و رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین 2 مارس به تاجیکستان سفر خواهد کرد. قرار است سفر او 2 روز ادامه کند. طبق اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، قرار است روز 2 مارس میخائیل میشوستین در کنفرانس 9 همکاری بین منطقوی و بیزنس فورم تاجیکستان و روسیه شرکت کند. گفتنی است در اعتراض پرسر و صدای امامعلی رحمان در نشست سران اتحاد دولت‌های مستقل در قزاقستان، یکی از مسائلی که رئیس جمهور تاجیکستان از آن شکایت کرد، ارسال منصبداران سطح پایین روسیه به فورم ها و کنفرانس ها در دوشنبه بود. او گفته بود روسیه به نشست ها در تاشکند و آستانه مقامات بلندپایه را ارسال میکند، اما به دوشنبه در سطح معاون وزیر. منبع درباره هدف‌های دیگری سفر سروزیر روسیه به تاجیکستان خبر نداده، تنها نوشته است همزمان در جریان این سفر مذاکرات سطح بلندی بین حکومتی در نظر است. تاجیکستان از کمتر شریکان روسیه می باشد که حمله این کشور به اوکراین را محکوم نکرده است. همچنین طبق برخی گزارش‌های تصدیق نشده، پهپادهای ایرانی که در تاجیکستان تولید می‌شوند به روسیه ارسال می‌گردند. مقامات تاجیکستان روسیه این شبهه‌ها را رد می‌کنند، اما با در نظر داشت اینکه پهپادهای جمع آوری شده در تاجیکستان تا حال به ارتش کشور نرسیده‌اند و معلوم نیست به کجا می‌روند، بسیاری ها به این نظرند که این پهپادها به اوکراین ارسال می‌شوند. سفر میشوستین سروزیر روسیه به تاجیکستان با بهانه شرکت در فورم اقتصادی در حالی است که انتونی جان بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به آستانه پرواز کرد. طور یان مرلاو خبرنگار حوزه وزارت خارجه آمریکا در صفحه توییتری خود نوشت هواپیما شبانه در آستانه فرود آمد. انتونی جان بلینکن در آستانه با قاسم جمعت توقایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات میکند. ملاقات با معاون سروزیر وزیر کارهای خارجی مختار تلیوبردی نیز در نظر است. خود همین روز کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در نشست وزیران سران نهادهای امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در فرمت 35+1 شرکت می‌کند. در روزنامه جلسه مسئله‌های رشد منبعدهای همکاری منطقوی و شریکی کشورهای آسیای مرکزی با ایالات متحده آمریکا در نظر است.